بابا کیه ترقه رو؟ بابا جعفری ول کن اون انگشتاتو. خوب به خود آسیب میزنی آخه، تو خود مغزت آسیب دیده. شروع شد. در محضر مقام عظمای ولایت هستیم. بعد از این داستان چهارشنبه سوری، از اونجایی که مقام عظما بوی دود گرفتن، از همه هوادارانشون در سطح بین المللی دعوت به عمل آوردیم به صرف ساندیس و کیک و نوشابه تا بتونیم یک دلی توی دل مقام عظما بگذاریم است. بله چقدر طبیعی. ما به شما خانواده‌های عزیز سلام عرض می‌کنیم. قدردان شما خانواده‌های خوب اونها هستید. بله، در قسمت اول از آقای ولایت فقیه‌زاده دعوت می‌کنیم تشریف بیارن دستبوس مقام عظما. شما عزیزان ابو عمار فرمانده استقبال مریمان بودن که در بمباران زنده باشید. شما محمد آقا هستید. زنده باشید. من عکس پدرم رو بردم بعد اگه میشه مرحوم بفرم یاده کنم. دانشجو رشته عمر. من یه عکسی داشتم اینجا، میخواستم اینو اگه میشه برای من امضا کنید. عکس خود شما سوزوندنش. من خیلی ناراحتم. معلومه مشخص همه متوجه شدن الان من ناراحت. الان بیشتر معلومه. اگه یه ماشینی خونه یه چیزی هم به نامون بکنی بیشتر گریه میکنم. خب همکنون اجازه همکنون از آقای ولی فقیه نژاد دعوت میکنیم که بیان و مقام عظما رو یکم مشتمال بدن. بفرمایید خواهش می‌کنم. بفرمایید. فیدلی اینجا نشفه دل جیگفه گیه میکنه خیلی میشفه سگ بخوردش سگ بخوردش پس تو خره ما هستی بازم تو خره. خب حالا از پسر شجاع دعوت میکنیم که بیاد پیش مقام عظمای شیپورچی. بذاره شجاع بذاره. عظما این بچه داره قبض رو میشه، ذره ترک شد. دستشو ول کن دستشو عظما الان پس برو بچه برو تو کوچه بازی تو بکن. برو در این قسمت آقای ولی امر مسلمین میان کنار مقام عظما تا دست مقام عظما رو مورد بوسش شدید قرار بدن. دست نزن. عظما من اگه میشه بیام یه بازی از این گوشتون بگیرم. نمیشه؟ عظما یه چیزی بگم. آره گوش بیا. ببین از موقع که تلسمت شکسته گوشت هم تلخ شده ها. بابا چیه گوش تلخی تو داری؟ کشتی ما رو. ایزه بابا آقایون ساکت باشن. مثل که خانم مکرمه ولایت میخوان یه چیزی به مقام عظما بگن. بفرمایید. بله در این صحنه ارزشی کفیه مقام عظما هم تودره شد. این دیگه عجب چتبازی بود. کفیه مقام عظما هم کف رفت. اگه اجازه بدین منم می‌خواستم یه تیکه از اون ریشتون رو به عنوان تبرک بکنم قیچی کنم بدم. بیا خیلی ممنون. خب حالا اینم یه ریش تبرک از مقام عظما. ریش مقام عظما تبرکی. بودو بیا 3 جفت 100 تومن.
آقایون خانوما از ریش مقام عظما شروع میکنیم به همتون هم میرسه. سر صدا نکن، سر صدا دوتا نمیشه، نه دوتا نمیشه، نفر یه دونه، نفر یه دونه. آره بابا یه تپه ریشه به همه میرسه، چرا سر صدا میکنی؟ خب لاشخورای نظام توجه کنین ریش مقام عظما به همه رسید، تمومه، حل. یعنی کسی مشکلی نداره، بیشترش هم هستا، اب نداره. بقیه غنایمو تقسیم میکنیم. آقا عمامت زیدلی، اما کی میخواد؟ بده ببر حجت بده به اون اب نداره. عینکش خانم بلد نجات بیا آقا جون بیا آره بیا. پیژامه مقام عظما کی میخواد؟ پیژامه مقام عظما بیا آقا جون بیا فراد بده مالتو بیا. عباش میخواد شما بابا گرفت بیا آقا بیا مالتو. اینو چجوری ببریم ان شاء الله ما؟ فیلاق خودت صدا خودتون. آقا تعطیله برین همه دیگه چیکارش کنیم؟ نمیشه چیزش کرد. نه جلو برو برین آقا برین. بابا بعضی فتنه ها دیگه هیچی برای مقام عظما نمونده. برین آقا برین.